سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشید. به چینل و پیج اوتورینکس با منیر خوش آمدید. در درس پنجم ما درباره تویوتا کرولا 2014 درباره کد C1433 استرینگ انگل سنسور انترلر سرکت برای شما، درباره وایرینگ انگل سنسور، درباره از کد معلومات مختصر و انشاءالله مفید برای شما ارائه میکنم. C1433 String Angle Sensor Circuit Interler Circuit. بیا که اول بدانیم در استرینگ انگل چند لاین است، کدام برق است، کدام آرت است، کدام کن های است، کدام کن لو است و در ABS آمدیم. نزدیکش کنم باش، خوب صحیح که صاف معلوم شود. این همون ساکت انگل سنسور است. 5 لاین آمده در انگل سنسور. لاین اولی که است آرت است، رنگ شتوری داره. لاین دومی لاین کن لو است، رنگ سفید داره. همو کامپیوتر دیتا لاین که همو لاینی که ما اوبیدی رو می لگانیم، لاینی که همو دیتیل انگل را، دیتیل همو هر تخت را، دیتیل کامپیوتر را، دیتیل انجین کنترل از کلش که میگیره با می دو لاین کامپیوتر کنکشن میکنه با ای مدیولا، با ای کامپیوترها، با ای تختا. لاین سوم لایت بلو، یعنی آبی روشن برش بگویم، آبی روشن است. لاین چهارم بلو، یعنی آبی است. و لاین پنجم، لاین چهارم اگنیشن است که آمده از فیوز باکس داخل. یک فیوز هم داره که در اگنیشن 3 ببینید به نام ECU اگنیشن 3 فیوز، اینمی به نام ECU اگنیشن 3 فیوز. این فیوز انگل سنسور است، سویچ. و یک لاین دیگه است، لاین پنجم رنگ سفید بیتری است، لاین بیتری که دایم 12 ولت است. ایره وقت سویچ باز کنید 12 ولت میه و دایم وقتی که سویچ بند باشه هم 12 ولت میه و وقتی که نباشه هم، وقتی که سویچ باشه هم. خب کد C1433 حالا در جای حساس میایم که کد C1433 چطور در موتر پیدا میشه. هر وقتی که اشترینگ یا اشترینگ باکس یا اشترینگ را باز میکنن که مو فیتهش تبدیل کنه، فیته آرنگ را، این کد انگل سنسور اوت میشه. چرا که یا در سویچ را تاو میکنن یا تیز دمی سویچ که همی تیز تاوش کرده انگل اوت میشه و کد C1433 به وجود میاد. در انگل سنسور دو قسم است، یکی آیسی میاد که 24C0 است و یکی پروسسور میاد که انشالله در ویدیو بعدی درباره ریست کردن یا درباره صفر کردن اینمی آیسی 24C ویدیو به نشر میرسانم. انشالله براتون میگم که چطور صفر میشه و چطور ما فایل را جور کنیم و چطور فایل را ادیت کنیم.